در آن ساعت که برگ آخرین گلهای فصل تیر ماه از باغ و بستانها به صد افسوس پرچینند، به خلوت یاد کن از من. در آن ساعت که آب رودهای تیر ماه به حال و به طغیان زی ساحلها فرو شینند، به حسرت یاد کن از من. در آن ساعت که خالی یابی کنج خانه خود را، در آن ساعت که خالی از غم شیرین ببینی آن دل فرزانه خود را، در آن ساعت که دنیا با همه جنگ و جدالانش، در آن ساعت که گردون با همه بدر و هلالانش برایت همچو پفک‌های دستی کودکان ناچیز بنماید، در آن ساعت که این دنیای بی آغاز و بی انجام برای یک نفس پایان پذیر آید، به رحمت یاد کن از من. هر بهاری را به دنبال خزان است، بهار عمر انسان را نیست، اما در داور و جانسوز است چون بهار عمر جوانمرد ایام شکفتنها و رستنها خزان گردد. در فصل زعفران پاییز 20 سپتامبر سال 2019 به طور ناگهانی قلب یکی از جوان مردان پهلوان عمرقل محمودوف از تپیدن باز ماند. در کوی خرابات کسی میر نشد، از مردن آدمی زمین سیر نشد. کس نیست خبر برد به استاد ازل، مردن که حق است ولی جوان پیر نشد. او همگی 47 سال داشت. 47 سال بهاری زودگذر در یک لحظه خزان گشت. از این فاجعه ناگهانی همه حیران و لال ماندند. گویا عمرقل به خواب شیرین رفته باشد، بی خبر از آن که او به خواب ابدی رفته است. گمانهای ناباور همه را به آه و فغان آورد. خواهران جگربریانش سرورای، ماهیره، سیاره، ثریا، دادرانش اشوربای، نارقل آنچنان نبه می کردند که به قول سنگ و چوب آب می شد. آخر فرزند پدر و مادر گوهر نایاب است. چشم بختت کور گشته، جایگهت گور گشته، خاندان ماتم سرا و خاکدان معمور گشته. وا دریغ روزگارت، وا دریغ اعتبارت، وا دریغ چشم چارت، وا دریغا وا دریغ. خانه تو در ندارد، سرگذشتت سر ندارد. آن دل غم آشنایت، غمگسار غیر خاکی تر ندارد. وا دریغا از جوانی، وا دریغا از کامرانی، وا دریغ از زندگانی، وا دریغا وا دریغ. روی گورت هر بهاران، از سریشک چشم یاران سبزه روید تا بگوید وا دریغ از روزگاران. وا دریغ چشم بینا، وا دریغ روی زیبا، وا دریغ مهر دنیا، وا دریغا وا دریغ.
شادروان عمرقل محمودوف جوانی سیر غیرت، ناترس، جسور و دیده درا بود. با این دیده درایش به دل پیر و برنا راه یافته مهرش را به قلبای همگان جای کرد. گویا میدانست که دنیا بقا ندارد و او حیات را خیلی بر وقت پدرود میگوید. وقتی که سال 1995 با گل دختری نازنین پروین بانو عائله برپا کرد، از دامن صالح خیش 3 طفلک دوست رو خیام جان و پرویز جان و پریناز به دنیا آمدند. در دل آرزوهای شیرین داشت. خود را خوشبخت احساس می کرد که خداوند برایش فرزندهای زیبا را عطا نموده. افسوس، صد افسوس که آن همه آرزوها را با خود به زیر خاک برد. فرزندانش را دیده گریان کرد و قنات همسرش را شکست. زی مرگی نابهنگامت پدر بسیار می سوزیم. به خود می پیچم از اندوه و آتشوار می سوزیم. زی خاکی سردی گوری تو به دل افتاد یک سوزی، میانی آتشی اندوه آدم خار می سوزیم. به دور خیش جز تاریکی اندوه نمی بینیم، مثال اختر در آسمان تار می سوزیم. دلی تو ماند از کار و دلی ما گشت غم بیمار، برای آن دلی بیکین و بی آزار می سوزیم. فراموش کی شود از یاد یاران حق تلاشیت، همیشه بهرت ای انسانی نکوکار می سوزیم. این فلک خانه بسیارت کردی چشمم پریا، من که خود سوخته بودم در آتشات کردی کوا. ای فلک ما را چه کردی از گلی باغم جدا، همچنان شاد و شکر از نوری چشمم جدا. عمرقل میگویم و صد شهر ویران میکنم، نازنینم غنچه گل باغ بستانم کجا. ای فلک خانه بسیارت کردی چشمم پریا، من که خود سوخته بودم در آتشات کردی کوا. از درون صد ریحان یک ریحان کنده شد، از میانه یار دوستان عمرقل جان بنده شد. دست بیرحم اجل در بیخ عمر رفت سبر، نازنینم باغ و بستان نور چشمانم کجا. نوبهار آمد که من در غم گرفتارم هنوز، بلبلان و قمریان از باغ امید پریدم. عمرقل محمودوف چندی در مهاجرت برای دریافت قوطی لایمود عزم سفر کرده بود. پس از بازگشت به تجارت مشغول گشت. او ختم کرده مکتب میانه رقم 3 بوده. پس از ختم مکتب برای صاحب کسب شدن به لیسه کسبی پلیتکنیکی شامل شد و صاحب کسبی دوریدگری گردید. 5 پنجه‌اش هنر بود. هر یک نقش دستش را با حسرت یاد می کند و از هر نقش دستانش گویا خط خوانا به نظر می رسد. هرگاه بی من بمانی در غم من گریه کن، با هزاران ناله و فریاد و شیون گریه کن. در سری سنگ نشیمن داشتیم ای تخت بخت، چون نشینی به من اندر آن نشیمن گریه کن. دامنی کوه زمانی بودمان دامان وصل، هرگاهی به من روی بر کوه دامن گریه کن. عشق ما چون غنچه گل بود و یک خندید و مرد،
غنچه پژمرده بینی به گلشن گریه کن. بر بهار شوق من سردی دی از تو وزید، یاد کن زیان خنده ها چون ابر بهمن گریه کن. به اجل کشتی محبت های شیرین مرا، بر سر این زندگی تا روزی مردن گریه کن. البته دشوار است برای آنی که یکی از عزیزانش را خیلی بر وقت از دست داده. زندگی قانونهای نانوشته خود را دارد، ولی بندگانش علاج ندارد. در گلستان نه بهار و نه خزان میماند، ثمر باغ تو نیکیست همان میماند. هر کی باشد بودش راه به دروازه مرگ، نه بد و نیک نه پیر و نه جوان میماند. دستی دعا داریم که منزل واپسینت از نور الهی منور باشد. خاطره ها از نام اهل عائله، پیوندان و نزدیکان، خویش و تباران و یار و دوستان مطرح شده است.